آبی دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. با عرض احترام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز، امروز می خواهیم در برنامه خردنامه که این اولین لایحه ما می باشد، بهر شما عزیزان موادهای از ادبیات بزرگانمان امثال مولانا، حافظ، سعدی، بیدل و تمام آن بزرگانی که امروز مثل آفتاب می درخشند و به جهانیان نورافشانی می کنند، بهر شما چیزهای گفته باشیم. این بیتی که در اول قرائت نمودیم از حضرت مولانا جلال الدین بلخی می باشد که می گویند آبی دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. درست است که ما نمی توانیم آبی دریا را تماما بخوریم یا که همه آن را به خود گیریم، اما امکانیت داریم که به قدر تشنگی خودمان از آن آب بهره برده باشیم. به این خاطر با این برنامه خردنامه هم مقصد ما این است که توانیم قطره قطره هم که باشد بهر شما عزیزان تشنگان علم و ادب از این بزرگان چیزی گفته باشیم. مقصد اساسی این لایحه این می باشد که در برابر اینکه جوانان عزیز کشورمان به فنهای دقیق و دیگر اختصاصاتی که برای خود میگیرند، همچنین از اخلاق حسنه نیز برخوردار گشته باشند. زیرا جوانی که یا که متخصصی که در وجود خود اخلاق را ندارد، در اصل او نه منفعتش به جامعه، شاید ضررش بیشتر به جامعه رسد. چون جوان متخصصی بدون اخلاق در واقع مثل یک سلاح را میماند که میتواند ضد جامعه بشریت برآمده تواند. به این خاطر ما با این برنامه میخواهیم این جنبه جوانان را در این جنبه کمی هم باشد به آنها چیزهای داده باشیم. یک مثال عادی هست که ما در تمام همون مباحث اخلاقی این را همچون ضرورت علمی اخلاق برای جوانان میگوییم. این است که خوب میگویند عددی 1000 رو اگر ما در ذهن تصور کنیم، عددی 1000 که یک هست و در پشت آن 3 عددی صفر، یعنی در اینجا عدد یک رو ما میتوانیم به منظره اخلاق انسان تصور کنیم. خوب صفری بعد از آن رو همچون علم انسان، صفر دوم رو به منظره مثلا ثروت گیریم و صفر سوم رو به منظره یگان نمیدونم جایگاه اجتماعی آن شخص. خب طبیعی است که وقتی که ما اگر در این عدد 1000 یک رو از آن حذف کنیم، وقتی که 3 صفر میموند، معنای آن رو دارد که یعنی که ما چیزی نداریم. 3 صفر به ما چیزی داده نمیتواند، اما وقتی که ما این یک رو میگذاریم عددی 1000 به ما حاصل می شود. خب با این مثال ما گفتیم که جوانی که علم داشته باشد، جوانی که حسن و سیمای زیبا داشته باشد، جوانی که از جایگاه اجتماعی برخوردار باشد اما اخلاق نداشته باشد، آن جوان نمیتواند آن کار خود را به درازا کشیده برد، یعنی عاقبتی کار او بخیر شدن نمیتواند. به این خاطر اخلاق به نهایت برای هر نفر مهم است. حضرت علامه اقبال لاهوری نیز به این نکته توجه کرده میگویند ادب پیرایه نادان و داناست. ادب پیرایه نادان و داناست، خوشان کو از کز ادب خود را بیاراست. ندارم آن مسلمان زاده را دوست که در دانش فزود و در ادب کاست. این ادب میگویند به منزله یک زینت هست که برای هر انسان او را زیبا میکند. ادب اگر ما او را زینت تصور کنیم، این پیرایه برای هم برای انسان نادان است هم برای دانا. یعنی چی ما از علمی زیاد بهره‌مند باشیم چی بهره‌مند نباشیم، ادب در وجود هر کدام ما حتمی می باشد، چون این برای هر انسان مهم است. بعد در ادامه میگن اقبال که ندارم آن مسلمان زاده را دوست که در دانش فزود و در ادب کاست. من آن انسان آن مسلمان زاده را میگن دوست ندارم که دانشش به نهایت بلند است اما از ادب بهره ندارد. خوب اگر خوب دقت کنیم، پس این ادب و علم، یعنی علم و اخلاق در اصل هر دوشان مثل دو بال پرنده را میمانند. پرنده که نمیتواند با یک بال پرواز کند، برای اینکه پرنده تواند به قله ها برسد، به آسمان ها در آسمان اوج گیرد، به او دو بال لازم است. انسان هم اگر میخواهد به قله های بلند انسانیت رسد، برای او لازمش این است که هم ادب داشته باشد هم علم. یعنی ادب به علم هم نمی شود، علم هم
بی‌ادب نمیشود. خوب ما گفتیم این است هدف اولی برنامه. خوب دومین هدف برنامه ما این است که ما توانیم با این برنامه ها آهسته آهسته جوانان عزیز رو کم کم به وجود خودشان آگاه کنیم. زیرا دوستانم خودشناسی مهمترین اصل زندگی است. انسانی که خود را نمیشناسد، انسانی که به وجود خود پی نمیبرد، انسانی که نمیداند رسالتش در زندگی چی هست، انسانی که نمیداند معیارهای ارزشی او چی هستند، انسانی که نمیداند که در این زندگی چی هدف دارد، باید چی را به دست آورد، اون نمیتواند در زندگی به درازا کشد. اون نمیتواند در جامعه واقعا آن خدمتی را که باید کند انجام دهد. برای این باید انسان، هر یک شخص به وجود خودش خوب آگاه باشد. باید ما به خودمون ملاقات کنیم، خود را خوبتر شناسیم تا توانیم در جامعه برای مردم خدمت کنیم. زیرا وقتی که ما خود را نمیشناسیم و به دیگر چیزها آگاهی داریم، این نمیتواند به ما آن مراد اصلی انسانیت را حاصل نماید. جای دیگر هم باز هم از حضرت علامه اقبال لاهوری می‌آوریم که میگن ره در سینه انجم کشایی، ره در سینه انجم کشایی ولی از خیشتن ناآشنایی. یکی بر خود کشا چون دانه چشمه که از زیر زمین نخل برایی. میگوید ای انسان، تو حتی به کائنات راه کشادی، به دیگر سیاره ها رفته ایستادیم. انسان ها ما میبینیم الکی به ماه رفتن، به دیگر کوشش دارن که در سیاره مریخ مثلا برای حیات آنجا شرایط فراهم کنند، یا که ما در آسمان تمام ستاره ها رو داریم کشف میکنیم. اقبال میگن که تو ره در سینه این انجم کشادی ولی از خیشتن ناآشنایی. چرا از خودت ناآشنایی؟ تو باید در برابر اینکه به آنجا راه کشادی به داخل خودت نیز یک راه کشایی. برای چی؟ یکی بر خود کشا چون دانه چشمه که از زیر زمین نخل برایی. تو مثال دانه را میگن. همین دانه را اگر تصور کنیم، دانه وقتی که مغزی او نیش میزند میشکند، یعنی مثل چشم گویا کشاده میشود. یکی بر خود کشا چون دانه چشمه که از زیر زمین نخل برایی. وقتی تو به وجود خودت سر زدی، به خود آگاهی پیدا کردی، مثل همین که دانه میشکند و نیش زده میبراید، تو هم در زیر زمین دیگر سبزیده آهسته یک درختی بارور میشی، یک درختی میوه‌دار میشی که از ثمره تو تمام انسانیت استفاده میبرد. مثل همین بزرگان ما مگر نمیبینیم امروز مولانا جلال الدین بلخی در تمام جهان مثل خورشید نورافشانی میکند. شاید در اروپا، در غرب بیشتر از ما مولانا رو میخونند، بیشتر از ما او رو درک میکنند. خب این معنی این رو دارد که آنها اول سر به خود زدند، آنها اول خود را خوب شناختند، رسالت خودشان را پیدا کردند و به آن هدفهای عالی انسانیت دست پیدا کردند که امروز ما میبینیم بعد از 700 سال، بعد از 1000 سال عمر آنها، این بزرگان ما هنوز مثل خورشید تابنده هستند، گویا که نمرده اند، گویا که آنها زنده اند و بشریت دارند پند میدهند. یعنی پس هدفهای برنامه ما این هست. خیراتنامه میخواهد با این برنامه ها جوانان را به خودشان آگاه سازد، جوانان را به هدفهای عالیشان آگاه سازد که ای جوانان وطن، ای جوانان عزیز، در برابر اینکه ما هر کداممون ناوابسته از اختصاصی که کسب میکنیم باید این علم ضروری را که خودشناسی یا که همون اخلاق همش در یک چیز سرچشمه میگیرد برای خودمون در بر کرده باشیم. اگر که ما تخصصی خودمون را با اینها توأم یک جا گیریم، اون وقت ما میتوانیم در یک مدت کوتاه تاجیکستان عزیز را به قله ها رسانیم که شاید به ذهن هیچ کس نمیرسد. این را ما میتوانیم. این بود هدف و یک شناسایی مقصدی برنامه خیراتنامه. خوب، امیدوارم توانیم در برنامه‌های بعدی بهر شما عزیزان این هدف‌های عالی را دسترس کرده باشیم. تا سبت‌های بعدی دوستانم در حفظ و امان خداوند باشید. خیر.